عزیزان سلام، خوبین؟ بخیرین؟ سلامتین؟ اوقاتتون خوشه؟ همگیشون خوبین؟ انشالله همیشه خوب و خوش باشین، سر حال باشین در جایی که هستین. دوستای عزیز لبایشون پر از خنده باشه و مورم حمایت کن دوستا، زیاد چیم هم نره. میگه دوستا ما این ویدیو را بلدی ازی گرفتم که اتفاقی که افتاد، من ویدیوی روز مادر، روز زن که ما دیر گذاشتم، میخواستم من بلده شما شریک کنم، بلده شما بگیم که چی اتفاق افتاد. همزو خاطر ویدیوی روز زن ما خیلی دیر شدم. پنجشنبه روز زن بود و از ما را خیلی دیرتر کنم 3-4 روز بعدی روز زن گذاشتم. میگه خواستم بلده شما این ویدیو رو بگیرم و بگیم در میان بذارم که چیز کار شد دوستا، اتفاق چی بود. دوستا اتفاقی بود که ما روز پنجشنبه که روز زن را تجلیل کردیم، جای شما خالی عزیزان. میگه این که تجلیل کردیم و تمام کردیم، دقیقا همون روز چی شد؟ گوشیم خراب شد دوستا. دیگه خودش من میفهمم دیگه که تازه کار هستی و هنوز کامرامنده ترچیزا نداره دیگه عزیزان. کمره هنوز نخریدیم، انشالله که باز میشتیم دیگه. هنوز که سر ویدیوهایی که بلده شما میلی همراه گوشی میلی عزیزان. امروز یه اتفاقی که افتاد پنجشنبه بود، داشتم در آشپزخانه اونجا ظرف میشستم که زنگ ما بلدیم، باز گوشی که گرفتم اونجا که شاید کلگیش اونجوری که دستیم کار باشه همه گوشی رو اونجا خیلین و حرف بزنیم. ما اونجا گرفتم باز دستیم در ظرف بود، اونجوری ظرف میشستم که یک دفعه دیگه باز گوشی افتاد داخل ظرفی و دول زا و سرخ هم واز بود و سرخ هم ایله بود که داغ یا روی گوشی اومد و گوشیم را دیگه خراب کرد دوستا. دیگه سل کردم دیگه دمون زا یک ذره کار کرد و باز دیگه صفحش سیاه شد چون خیلی داغ بود. فکر کنم خراب بود دیگه. باز دیگه همون روشی دیگه شاو شد. باز ما گفتم دیگه مغازه ها بستنش نه، سریع بردم که دادم که درست کنه ولی متاسفانه نشد اون روز. زودتر درست شده که ما ویدیوی روز زن را بلدشم زودتر بریم. اونجا که بردم گفتی مثلا 2-3 روز زمان رو بره، یک سیدیش نکنم چیکار شده و سوخته و فلان. دیگه ما گفتم بازم خیر اشکال نداره، بذارم درست شونه و ویدیو را که بلدشم دوستا دیرترش نمون خیره. این باز 3-4 روز زمان بود تا بلدشم و همین گوشی رو درست کردم و ویدیو بلدشم رو گذاشتم. دیگه همزو خاطر باش که یک ویدیو بگیرم همین اتفاقی که افتاده بود و چی بود و سوال بلدشم خلق نشنه دلشم گفتم حرف نگرده دیگه. گفتم بلدشم شریک کنم از دل دیگه. واقعا یک اتفاق بدی بود، هم روز خوشحالی بود، روز زن بود، هم باز یک اتفاق بد افتاد عزیزم. دیگه خدا رو شکر دیگه برطرف شد، حل شد، گوشیم هم درست شد. دیگه ویدیو رو بلدشم دیر گذاشتم دیگه. بازم انشالله بلدشم ویدیو میلم و از ما همیشه حمایت کن عزیزای دل دیگه. دوست دارم همگیشون رو، خیلی دوست دارم عزیزای دل همه‌شون رو. مرسی که هستین همه‌شون دیگه. خداحافظ، خدا نگهدار.